سلام، به واکمن صفرم خوش اومدید. خب اولین و مهمترین سوال اینه که خب واکمن چیه و قراره توش چه اتفاقی بیفته؟ برای جواب دادن به این سوال شما دو تا راه دارین. راه اول مراجعه به ویکی‌پدیا یا خاطرات دوران بچگیتونه، اما راه دوم توضیحه که ما قراره دربارش بدیم. ما قراره توی واکمن درباره اهالی موسیقی، آثار موسیقایی، اتفاقات و حواشی دنیای موسیقی با شما صحبت کنیم. البته اگه قرار باشه بر مبنای این تعریف پیش بریم، احتمالاً بی شمار اپیزود با بی نهایت زمان خواهیم داشت. پس مشخص‌تر باید بگم که ما قرار توی واکمن درباره اهالی موسیقی، آثار موسیقایی، اتفاقات و حواشی دنیای موسیقی در جریان فرعی موسیقی ایران با شما صحبت کنیم. به علت ضیق وقت و اشاراتی که کارگردان از پشت صحنه میکنه و اینکه من دوست دارم در اپیزودهای بعدی واکمن هم با شما باشم، پس اگه دوست دارین بیشتر راجع به جریان فرعی موسیقی ایران بدونین، میتونید به هایلایت های بالای صفحه مراجعه کنید. پس تا اپیزود اول واکمن منتظر ما باشید و خوب موزیک خوب گوش کنید. دیگه‌ای که هر کدوم از اعضای تیم واکمن داشتن باعث شد که واکمن اول با یک نام بزرگ آغاز بشه: فرهاد مهراد. اجرای زنده فرهاد درش لحظاتی وجود داره که واقعا میشه بهش گفت همون لحظات متراکم زندگیه. هیچ وقت دیگه فکر نمی کنم که کسی رو مثل فرهاد دیگه ببینیم در موسیقی ایران. فقط یه صدا نبود، فقط یه دانش نبود، فقط یه پرسونالیتی نبود. این یک پدیده بود، آمد و رفت.